آقا PS5 رو خریدی، هرچی پول جمع کردی دادی به PS5، دیگه پول نداری بازی نصب کنی؟ اشکال نداره. خود سونی یه سری بازی‌های فری تو پلی داره، 100 تا 200 تا 300 تا هستن. الان به یاد میدم بزنم رایگان بازی کنی، عشق دنیا رو. خب برای اینکه بازی‌های فری PS5 دسترسی پیدا کنی، اینجا میام توی پلی استیشن استور یه ضربه میزنیم، بعد میام توی سرچ، فری رو سرچ میکنیم، آردو رو میزنیم، لیست رو برامون آورد. چقدر بازی عالی و جذابی. اینجا تا ته بیایم ویوال رو بزنیم، همه بازی های فری رو برامون میاره. ببین فوتبال UFL داره، بتمن داره، سایلنت هیل داره، فورتنایت، سیمز، راکت لیگ، وار تاندر، خیلی بازی عالی داره. ای فوتبال، کلی بازی رایگان هست که موقعی که حالا بودجه‌مون نمیرسه که بازی بریزی، میتونی از این بازی رایگان ها استفاده کنی که دستگاه رو همینجوری نندازی اونور. خودت ببینم چیکار میکنی.